Hello everyone, this is my life story. سلام دوستان، خوش آمدید به برنامه کار و زندگی با زهرا. امروز میخوایم در مورد از این صحبت بکنم که من چطور این مسیر رو شروع کردم، از صفر به کجا خود رساندم و چی چالش ها چی موانعی سر راه من قرار گرفت و اینا رو چطور مثلا حل کردیم و بالاخره چالش هایی بود که بعض وقتا خیلی سنگین بود، بعض وقتا هم خیلی سبک. خب در قسمت بعدی بیشتر توضیح میدیم. الان میریم روی ازی که چی شد که من خیاطی رو انتخاب کردم. قبلا گفته بودم که من بچه بودم و شروع میکردم برای خیاطی، یعنی واقعا خیلی علاقه داشتم از بچگی و بسیار شوق علاقه شروع کردم به خیاطی. بعضی جایی که نزدیک خانه بود رفتم برشان، یعنی خیاطایی که بودن دور بر ما، برشان گفتم که میشه منم شاگرد بگیرید. خلاصه هر کدام به نفع من شاگرد خود گرفتم، ولی کاری بر من یاد نمیدادن دقیق که مثلا من به درآمد برسم، بتونم که دقیق 0 تا 100 یاد بگیرم، چون که اونجا مثلا فیس کم میگرفت. حالا بعضیشون فامیل بودن اصلا فیس نمیگرفتن از من. بعد از یک مدت پیش خود تصمیم گرفتم که باید یک جای خوبتر برم. حالا شاید هزینه مثلا گزافتر بپردازیم، ولی خب هنر یک چیزی هست که 100 برابر هزینه که مثلا مصرف میکنی میتونیم دوباره به دست بیاری. من خودم هم شروع کردم، به تصمیم رسیدم که یک اعلان بود تو شبکه طلوع و چند سال پیش دیگه تقریبا در کابل بودیم. این موضوع رو دیدم و من رفتم ثبت نام کردم. ماهانه یک کورس از ما 2,500 فیس میگرفت و فقط ما روزای جفت میتونستیم در کورس بریم و هم 2 ساعت بیشتر تایم نداشتیم، یعنی در رأس 2 ساعت بر ما کار میداد. 0 تا 100 وسیله هم با خود ما بود، یعنی در جمع ما بود. تنها کاری که در کورس ما انجام میدادیم این بود که یعنی فقط استاد بر ما رو کاغذ، اون زمان دیگه الگو میگفتن، تازه اون زمان رسم شده بود کم کم، یعنی بسیار پیشرفته ترین سیستمش تازه الگو شده بود. بر ما روی الگو درس میداد، هر سایز هر مدل هر چی که مثلا یعنی به اون سبک به اون زمان برابر بود 12 سال پیش و سبک از ما بر ما آموزش داد. تقریبا 6 ماه من هر ماه 12 روز، چون روزای جفت بود میرفتیم، هر ماه 12 روز میشد. بعد از آموزش ها که تمام شد، اولین پیشنهاد دریافت کارم که کردم از طریق خودم جایی بود که مثلا من درس خوانده بودم، چون که بسیار کم پیش میشد شاگرد به درجه اول، یعنی تو فول و کامل خیاطی یاد گرفته باشه فارغ شده، باز برای خودش هم پیشنهاد میدادن که بیا مثلا شاگردای بعدی رو تو تربیت کن. بنابر مشکلات خانوادگی اجازه ندادن چون خیلی بچه بودم. بعد شروع کردم به فکر از که چطور میتونم یک جای را مدیریت کنم و ای که چه قسم یک جای داشته باشم برای خود برای خیاطی. بعد یه تصمیم گرفتیم، حالا نمیفهمم که نظر شما در این مورد چی هست. خب خلاصه دیگه یک مقدار پولی که داشتیم رفتیم یک دکان جایی گرفتیم، شروع کردیم بر جمع‌آوری مثلا مشتری و کارت ویزیت چاپ کردیم، دفتر خیاطی و خلاصه هر چیزی که به یک خیاطی نیاز بود در اون زمان جور کردیم و دکان داشتیم. البته در مسیر ازی که من دکان داشتم با وجود که این مسیر خیلی برام چالش برانگیز بود، همچنان وقتی که درسش میخواندم چالش برانگیز بود. از 5 صبح تا 8 من بیرون بودم، یعنی اصلا وقت راحت نداشتم، آزاد نبود وقتم که من بخوایم تمرکز کنم رو درس مکتب. در کنار از اینکه دکان داشتم از طرف صبح مکتب میرفتم تا ساعت 2 نیم که رخصت میشتم میامدیم مغازه. یعنی باور کنید من نصف روز، یعنی از نصف روزم کمتر دیگه، از 2 نیم بعد دکان باز میکنم تا ساعت 5 و 6 دیگه. تابستان روزا بلند بود، مثلا بعض وقتا تا 7 8 میبودم مغازه. خلاصه کار میکردیم. روز اول بود کسی اعتماد نمیکرد بر من، چون من خیلی بچه بودم، خیلی از فامیلام اونجا بودن و بعضیاشون میامدن سر میزدن. یعنی غذایی که میخوردم واقعا جالب بود. بعض وقتا شاید نان و ماست میخوردم، بعض وقت شاید کچالوی جوش داده با ما نان و ماست میخوردم. خلاصه غذایی میخوردیم که در گرمی نمیشه تحمل کنی چیز چرب بخوری دیگه. ما همین کارا رو شروع کردیم. خلاصه دیگه بعد از یک مدت، یعنی اولین نفر که در دکان اومد خیلی داستانش جالب بود. یکی مثلا طرف پرده آورده بود، فقط دو طرفش هم میدوختی و بالا یک میفهم میدوختی که مثلا امورات پرده رو دیش داخل بکنه. این طرف آمد وقتی مرا دید گفت که تو خیاط هستی؟ من گفتم یعنی باور کنید که اصلا باورش نمیشد که من خیاط بشم از بس که کوچیک بودم.
خلاصه دیگه طرف گفتم که اوکی باشه فردا بیا. خانم پرده خدا گذاشت و رفت. بعد فردا که آمد مامان گفتم تو هم بیا دکان که کسی به من باور نداره که مثلا من خیاط باشم. طرف فرداش که آمد مادر مدید همگی فکر میکرد مادرم خیاط است، در حالی که مادر ما بود یعنی خیاطی میکرد قبلا، ولی خب حرفه‌ای یعنی بلد نبود دیگه، یعنی به زمان قدیم مقسم بدون سانتی نابلد بود. خلاصه دیگه پرده را گرفتیم و دوختیم. خلاصه دیگه اینجا شروع شد که کار ما گرفت، یعنی شروع به کار کردیم. خیلی مشتری زیاد داشتیم، نام خدا کابل که است ای تو مشتری که هم بیشتر است و هم مثلا از اینی که از مشتری میگیری خیلی به نفع و به صرفه است. تقریبا 5 سال از اون مغازه بعد از یک چند مدت 1 سال و نیم بنابر دلایل بعض مشکلات پیش آمد کوچ کشی کردیم، یک مقدار بالاتر رفتیم. خلاصه در منطقه خیلی معروف شده بودیم، شاگرد خیلی داشتیم، بسیار بر ما خوش میگذشت. بعض روزا هم میرفتیم مثلا بیرون با اونا بستنی میخوردیم و خوش میگذشت و پس میمدیم. خلاصه دیگه ای که داستان کابل از این قرار شد. بعد از سال 1399 دیگه زمستان بود، یه خورده مشکلات بر ما پیش شد که حالا به دلیل از این مشکلات ما آمدیم هرات، ولی در مسیر از که مثلا ما قبل از اینکه هرات بیم چالش برانگیزترین جایش اینجا بود که ما یعنی تقریبا 7 ماه 8 ماه پیش از اینکه هرات بیم ما در خانه کرایه زندگی میکردیم. صاحب خانه ما جواب داده بود، گفته بود که شما برید دنبال خانه باشین، 1 هفته وقت دارید. ما دیگه 2 تا خواهرای مادرم 4 نفری داشتیم، در و در میگشتیم، یعنی قربان تمام شده بود. خیلی خسته کن بود، خیلی یعنی بعد از این یک رقم انگار میگفتی که تمام زندگی تمام دنیا رو تو آوار شده باشه، کل دنیا خلاصه میگفتی خراب شده رو تو. به خاطر از که یعنی واقعا من احساس بد داشتم، به خاطر از میگم که چون او زمان یعنی بعد از این یک دفعه کاران سقوط کرد، خیلی خیلی یعنی ناامید شده بودم. از صبح که بیرون شده بودم باور بکنید 20 افغانی در جیبم بود. فکر میکنم روزایی هم بود که نتایج کنکور اعلام میشد. خب خلاصه دیگه سریع با وجود که شرایطی واقعا شلوغ بود سر ما، من رفته بودم امتحان کنکور دادم، ولی وقتی که نتایجش اعلام میشد در به در داشتیم دنبال خانه و دنبال کار میگشتیم. یعنی خیلی مسیرهای زیاد، لیسی، مریم، قصبه، خلاصه خیلی خیلی جاهای زیاد گشتم پیاده. هر کجایی که میرفتم دختر پسرهای جوان بودن که در مورد نتایج کنکورشان صحبت میکردن. من که رویایم درس خواندن بود، خیلی علاقه‌مندی داشتیم به درس خواندن. هنوز یعنی علاقه یه خورده مشکل برانگیز شده، چالش دارم در موردش. خلاصه وقت نتایج اعلام میکردن داخل یکی از ماشینا بودیم، دختر خانمه بود، پالین گفت تو هم امتحان دادی؟ من گفتم آره. گفت آیدی تا بگو که من نتایج تا باید بیرون کنم. من در جوابش گفتم اصلا برام مهم نیست، امروز تنها چیزی که برام مهم است که یا کار پیدا کنم یا ای که خانه پیدا کنیم. خلاصه دیگه تا که از بیرون و از لیسی مریم دکان به دکان، خانه به خانه، یعنی هر جایی که شما فکر کنین رفتم، بخاطر از اینکه کار بگیریم وسیله داشتیم ولی کار نداشتیم. خب یعنی شرایط جوری بود که تمام مخارج خانه و خانواده مریضداری و هر گپی رو خیاطی بود. وقتی هم که خیاطی نباشه یعنی آدم درمانده میشه دیگه، هیچ کار دیگه که انجام ندی. اگر شکمت هم بخوای سیر نکنی تنها گزینه‌ای که میتونی مثلا انتخابش بکنی این است که به خاطر از اون یعنی تلاش بکنی کرایه خانه است. مثلا چون خانه خودت نداشته باشی خیلی چالش برانگیز است برات کرایه خانه، چون فکر میکنم که واقعا کار مردا سخت است، وقت چالش برشان ایجاد میشه ولی پول ندارن در بساط که بخواین کرایه خانه رو بتن یا آب و برق. در این لحظه واقعا من مردا رو درک میکنم که خیلی سخت است که شرمنده خانوادی خود نشن. بر ما می چالشات پیش شد. خلاصه دیگه رفتیم که شام شد، آمدم خانه، بازم مادرشون خانه نبودن، مام رفتم دنبالشان، داشتیم دنبال خانه میگشتیم که یک گوشی نوکیا داشتم، گوشی خودم خراب شده بود، نوکیا از مال مامان بود. زنگ آمد، اول جواب ندادم، دفعه دوم باز زنگ آمد از خانه شما میداد در کابل. بعد اوکی کردم، یک نفر زنگ زد که تو در امتحان ناکام شدی، یعنی در دانشگاه دولتی کامیاب نشدی، رفتی دیگه یعنی باید تو بری خصوصی درس بخوانی. دخترم این بود، خیلی اذیت شدم، یعنی ناراحت شدم که چون مثلا ما کامیاب نشدیم، مردم میرن امتحان میتن، من خب با وجودی که مثلا من صنف 11 و 12 نخوانده بودم، به خاطر کارهای دکان مجبور شده بودم که مکتب ادامه بدم غیر حضوری، یعنی حضور نداشته باشم، فقط
نمرات ما اوکی کنم که ما بتونم شامل کنکور شم. خلاصه دیگه وقتی که زنگ زدن بعد من گفتم که باید ناکام شوی، باید هم خسته شوی. از چی توقع داشته باشی؟ مثلا زمانی که تو اصلا صنف 11 و 12 درس نخواندی، کنکوری تا کامل نرفتی، کرونا شد، چی توقع داری که تو بخوای کامیاب شوی؟ بعد دوباره گوشیم زنگ خورد و در اوج ناامیدی که یعنی الان نصیحتش میکنم دل میگیره، به خاطر از اینکه خیلی روزای سخت داشتیم در گذشته. بعد دوباره گوشیم زنگ خورد، گوشیم که جواب دادم، دخترم این بود، زنگ زده بود که تو کامیاب شدی در رشته‌ای که میخواستی، پانتور دولتی. واقعا که خیلی برام چالش برانگیز بود، خیلی خیلی خوشحال شده بود. و اینجا بود که مادرم وسط آمد گفت که اجازه نمیتم دانشگاه بیدی. خب این حق هم داشت مادرم که مثلا در این مورد نظر به تو بگویه که تو دانشگاه نرو، به خاطر از اینکه دانشگاه خورده دور بود. ما در شهر کابل زندگی میکنیم ولی دانشگاه دولتی که من کامیاب شده بودم در پروان بود. یعنی باید 2 مسیر موتر میرفتیم یا 3 مسیر یا دقیقا حمله میداشتیم که ما را میبرد. خلاصه دیگه به حمایت برای دانستم که از این مسیر هم رد شویم. روز اول رفتیم امرای بابایم دانشگاه ثبت نام کردیم. بعد از اینکه از دانشگاه آمدیم در راه امرای متوان صحبت کردیم که یعنی موتر عملی باشه که ما را از 500 فامیلی کابل تا دانشگاه پروان ببره، باز از اونجا دوباره تا 500 فامیلی بیاره. به خاطر که مسیر خیلی طولانی بود من دیگه یعنی کلا با وجودی که خیاطی هم داشتم یعنی برام چالش برانگیز مسیر کوتاه یک ذره بیروبارش زیاد می بود. نمیشد که مثلا ما دیرتر حرکت کنیم. 10 بجه از خانه بیرون میشدیم تا میرفتم 500 فامیلی یک مسیر. بعد از اون باز موتر عمله و ترکی نفر جمع میکردیم، فکس 1 بجه به دانشگاه میرسیدیم، 4 بجه رخصت میشدیم تا که میامدیم 6 بجه میشد که مجبور بودیم یعنی از طرف شب در خانه خیاطی بکنم. مراسم عروسی داشتیم. خلاصه عروسی گپام خلاص شد، دانشگاه هم دیگه نیمه ماند و ما اومدیم هرات دیگه. اینجا وسایلای ما را یعنی در کابل که بودیم فروختیم. بعد حکومت طالبا بعد از اینکه ما 5 ماه میشد دیگه، ما سال 1400 هرات آمدیم، 5 ماه از گذشته مثلا از ما گذشت در هرات که حکومت جمهوری سقوط کرد و آمدیم رو امارت اسلامی. بعضیا میگفتن که پنجشیریا رو میبرن، بعضیا میگفتن که مثلا این رقمی آدمایی که در دولت خارجی در دولت کار کرده باشن، خارجی کار کرده باشن. خلاصه از هر طرف آدم وسوسه میکردن. ما میترسیدیم چون بابام قبلا در دفتر خارجی کار کرده بود. گفتن که کسی که در دفتر خارجی کار کرده اینا رو میبرن آمریکا. ما بابام که رفت کابل تصمیم گرفتیم که بعدش ما هم بریم کابل، دمون طیاره که مثلا رفتن دیگرا ما هم بریم. تمام وسایل ما را فروختیم. یهویی که کار ما نشد و ما دوباره ماندیم در خانه بدون وسیله. خب خلاصه دیگه باز وسایلای ما را کم کم دوباره یعنی بعضیشان را که داده بودیم دوباره از پیششان گرفتیم و پولشان را پس برگرداندیم، بعضیا را رفتیم جدید کردیم. بعد چند سال گذشت دیگه واقعا من اذیت میشدم به خاطر از اینکه درس دانشگاه رو نمیتونستم برم. یعنی روی این بود یک روزگاری از دانشگاه فارغ شویم و همون لباسایی که مثلا مخصوص معسلین هستن زمانی که خلاص میکنن بپوشن یک روز ما هم تجربه بکنیم. خیلی علاقه مندی داشتم و به اون لباس همیشه رویاش میدیم، کلاهش جور کردم قبل از اینکه مثلا من از دانشگاه نیمه وانی از هر چیزی کلاهش جور کردم بخواد. خیلی رویا داشتم. خلاصم نشد دیگه. یعنی بعد مادر پدر مشاله گرفتم که من افغانستان نمیشینم، یعنی من دوست دارم درس رو ادامه بدم در کنار از اینکه خیاطی میکنم. ولی مادر پدر من یعنی هیچی نگفتن، بازم من تصمیم ما احترام گذاشتن. حالا 2 سال منتظر بودم که من پاسپورت جوش همراه بابایم بریم ایران ثبت نام کنم در دانشگاه ما درس بخونم. ولی خب در کنار از اینکه من زیاد یعنی تلاش کردم که درس بخونم، 2 سال منتظر پاسپورت ما بابایم بودیم و خیلی پاسپورت و سختی میدادن. سایت هم خیلی شلوغ بود. از ما چون چه رقمی شد خلاصه دیگه یعنی پاسپورت هم گرفتن نتونستیم. باز هم با مادرم شلا گرفتم که من نمیشینم افغانستان، یعنی باید بریم ایران. خلاصه دیگه مجبورشان کردیم که نفری که از دوستای ما بود شوهرش بود قاچاقبر بود، گفتیم بریم که ما بریم قاچاق ایران. بعد وسایل خانه رو تمام چیزی که داشتیم نداشتیم، یعنی خانه چندین سالی ما رو دوباره
فروختیم و یعنی صفر صفر کردیم رفتیم ایران که رفتیم در ایران هم خیلی در اول چالش داشتیم. خب مسیر قاچاق خیلی خیلی سخت بود بر ما. وقتی که ایران رسیدیم بعد یک چند روز خانه زنموی مینا بودیم، بعد از او بس یعنی ما راحت نیستیم کلا در خانه کسی دیگه. بعد رفتیم یکی از همشهریا بود یک ویلای دستش بود، گفتیم میریم خریدم ویلا میریم کار میکنیم، کاپشن و پالتو اینا رو میدوختیم. باور کنیم که 20 تومن الان هیچ چیز نیست. صاحب کار اینقدر دجازن بود ما که نمیفهمیدیم پول تومن چی جوری است و چی جوری نیست. خلاصه در جان ما میزد و بر ما کاپشنی که مثلا 100 تومن هزینه دخترش بود بر ما میورد 35 تومن. مثلا مانتو یا کته که مثلا قیمتش 50 تومن بود یا 80 تومن بود میورد بر ما مثلا 20 تومن. یعنی خیلی سختی کشیدیم ولی خب میدوختیم دیگه. در 2 میلیون زمستان سال 1402 را دارم براتون میگم که ایران رفته بودیم. بعد یعنی در 2 میلیون ماهانه ما صبحانه میخوردیم، میمان میداشتیم، خرج و خوراک خودمون موکی بود، خیلی راحت بودیم با 2 میلیون. یعنی زندگی ما داشتیم میچرخانیم. بعد از یک مدت مشکل ایجاد شد. مشکلی بود که یکی از دوستان آمد خانه ما. بعد ما داستان از این قصه کردیم که داخل ویلایی که بودیم دزد آمده بود. خلاصه چندین بار اذیت میشدیم. بعدش باز یکی دوستا که آمد همراش صحبت کردیم گفت خیلی براتون یک کار دیگه پیدا میکنم. یک شرکت بود، حالا نام شرکت از یادم رفته. خلاص یک کارگاه بسیار بزرگ بود، 2 سوله بود، چندین پای چرخ و اینا چیزایی که در اینجا تولید میشدن، الیاف و پنبه و سرتختی و بالشت و دوشک و ملف کش و روجایی و روبالشتی اینا تولید میکنن. وقتی روز اول که ما رفتیم طرف گفت که من از شما باید امتحان بگیرم. خلاصه یک ماه ششتیم مکار کردن. فکر میکنم سال 1402 ماه 11 بود، تاریخ 3 رفته بودیم دو کارگاه. یادم است که اولین حقوق که بر ما داشت 6 میلیون بر ما بود، 6 میلیون بر خواردگیم، 4 میلیون هم برای خواردگیم بود. یعنی 4 نفر خواره داشتیم کار میکردیم. پدرم خانه میتونست کار کرد، بخاطر مشکل مریضی داشت یعنی نمیتونست بیرون بره که ما قاچاق بودیم یعنی رسمی نبودیم. بیگیر بود و این گپا میترسیدیم که بره بیرون. مامانم که باید 2 بچه ها بودن و از اونها نگهداری میکرد. خلاصه ما 4 نفر کار میکردیم. اولین حقوقی که گرفتیم 2 6 میلیون، 2 4 میلیون، 20 میلیون میشد. در کنار از این 20 میلیون ما 9 میلیون دیگه یعنی اضافه کاری کرده بودیم. اولین ما بعد از این چند ماهی که ایران رسیده بودیم 29 میلیون حقوق گرفته بودیم. خیلی بر ما خوش میگذشت، یعنی واقعا خوشحال بودیم، خیلی لذت بردیم از اینکه یعنی حقوق زیاده دریافت کرده بودیم. خلاصه کار زیاد میکردیم، صاحب کار هم هی اذیت میکرد. ما با وجودی که ما خودم همیشه کارگاه دار بودیم، یعنی چه رقم بودیم، صاحب کار بودیم خودم، یعنی خصوصی داشتیم کار میکردیم. خیلی برای ما اذیت کننده بود از اینکه مثلا ما هم کار بکنیم و هم درآمدی که بر ما میده صاحب کار زیاد اذیت بکنه، بگوید که الاتیسیس کار کنین، الا کارتان کم است، حقوقتان خیلی زیاده است. خلاصه خیلی از این صحبت ها بود، اذیت میشدم. بعد از 1 سال و 1 سال شد دیگه، تقریبا سال 1403 بود، تقریبا 1 سال، 1 ماه کمتر 1 سال کار کردیم. هفتم جدی بود که من زیاد اذیت شدم، به خاطر از اینکه دوست نداشتم کسی رو خانوادیم، یعنی خانوادیم همیشه نقطه ضعفم بودن. دوست نداشتیم که کسی رو خانوادیم انگشت انتقاد بگیره چیز. خلاصه گیر میدادن. بخار ما عصبی شدیم، گفتم که خدافظ نام صاحب کار مالی آقا، خدافظ علی آقا، من دیگه کار نمیکنم. خلاصه خانواده رو گرفته از کارگاه زدیم بیرون، چون خانه هم که زندگی میکردیم مربوط به کارگاه بود. داخل حیات کارگاه اتاق بر خود ما داشتیم، یعنی جای بیرون نمیرفتیم دیگه. بعد در اولش تصمیم گرفتم که از این کارگاه برای میریم یک جای دیگه کار میکنیم. بعد دیدم که یعنی هر کجایی که برم من باید کارمندی داشته باشم، صبح تا شام وقتم در اختیار مردم باشه، خودم هیچ یعنی چیزی از زندگیم فیض برکت نبرم. قبل از اینکه یعنی بیایم افغانستان یک نفری بود من را وارد بازاریابی شبکه‌ای ساخته بود. خب اینجا که کم تغییرم کرده بودیم، صاحب کار اذیت میشد، میگفت که شما خیلی روشن فکر شدین، شما رقم شدین، شما رقم، یعنی گپشون نفس جوابشون نمیدادیم دیگه، سکوت نمیکردیم. اینجا بود دیگه که ما اذیت شدیم، خستیم آمدیم افغانستان، نامه گرفتیم. یعنی اصلا باورم نمیشد که من افغانستان بیایم، این همه مشتری، این همه درآمد، چیزی که یعنی فکر میکردم که دوباره اگر برگردم
اولا دوستا و آشنا و اینا صحبت میکنن و من اذیت میشم. بعد وقت از ایران میامدم افغانستان، دو تا کار خیلی مهم انجام دادم. این بود که من یعنی دست خالی برنگشتم افغانستان. حقوقی را که مثلا میگرفتیم در حوالی نمیفهمیدیم چه رقم پس انداز کنیم، چه رقم چیز کنیم. خلاصه باز من بسیار یک دوره جالب بود به نام قرعه‌کشی و خلاصه هر ماه 10 میلیون منداختیم. دو پای چرخ هم خود گرفته بودم. از ایران که آمدیم اینا رو با خود آوردیم، بعض وسایل ما رو دوباره در باربری ارسال کردیم. یک مقدارش دست دوستا رسیده بود، یک مقدارش بعد از ما رسید، یک مقدارم که خود ما با خود با چرخ آورده بودیم. خیلی خیلی مثلا استقبال شدیم از طرف مشتری‌ها. زمانی که ما آمدیم نزدیکای عید رمضان بود دیگه، ما 19 جدی پارسال که 1403 بود افغانستان رسیدیم دوباره در شهر هرات. یعنی خیلی استقبال شدیم از سمت مشتری‌ها. انقدر لباس داشتیم که یعنی ما نه اصلا عید فهمیدیم نه هیچ چیزی نفهمیدیم، فقط داشتیم کار میکردیم شب تا صبح روز تا بگو فقط داشتیم مصروف کار بودیم. با وجودی که از دو پچق داشتیم، یکی زیگزاگ داشتیم یکی راسته داشتیم، ولی خب کار خیلی زیاد بود، هیچ کس بیکار نبود. یکی فروش محصولاتی هم که مثلا ما درش داشتیم در بازاریابی شبکه‌ای، از اون ورم بیرو بار بود، وسایل ما هم نرسیده بود، زمستان هم بود، صندلی وینگ پام نبود. خیلی خیلی یعنی چالش بود ولی خیلی هم لذت بخش بود. خیلی لذت بردیم از اینکه به مشتری نبودیم، بدون پول نشدیم هیچ وقت. خدا رو شکر که الان مثلا از ما میزان امسال که دو پای سه پای چرخ دیگه هم اضافه شده در کارگاه، ممکنه اینا رو اضافه کردیم. خدا رو شکر که میتونیم. البته این دو ماه زمستان بازم چالش داشتیم چون معمولا زمستان کار کم هست، یه خورده در چالش گیر میکنیم. بعد خدا رو شکر الان دیگه رمضان نزدیک است، پنجشنبه انشالله رمضان داریم. خیلی خوش میگذره، خیلی هم خوب شده الان شکر خدا. دوباره کارگاه ما رو به فعالیت است. یعنی تنها جایی که ما همیشه دیدیم دیگه در محل خود ما، منطقه دور اطراف ما رو میشناسیم، کار نیست. یعنی تنها جایی که مثلا کار بوده در کارگاه تمام زمستان تمام فصل پاییز کارگاه ما بوده. خدا رو شکر چون که ما اگر کار میکنیم یعنی کیفیت کار ما را جوری بردیم بالا که هیچ حرف کسی رو لباس ما نزنه یا رو دوخت ما یا هیچ. یعنی اجازه نمیمانیم که برای مشتری اجازه زیر نمیتیم که یک مشکل از کار ما داشته باشه. همیشه او را چی میگن حمایتش میکنیم، هر مشکل داشته باشه خود ما حلش میکنیم براش بدون از اینکه اجازه شکایت برای طرف بدیم. الان است که یعنی داریم راحت داریم کار میکنیم. خدا را شکر، خدا را 100,000 مرتبه شکر. دیگه خب دوستان ادامه باز بعدا صحبت میکنیم که میخوایم برنامه بعدی رو باز انشالله چند روز آینده در خدمت شما هستیم. ممنون میشیم از اینکه ما را حمایت بکنین و ما را از حمایتتان مستفید بسازین. ما را دنبال بکنین تا برنامه های بعدی رو بر شما بگذاریم.